سلام، من صدقی هستم. به کانال تکنیسیان الکترونیک خوش اومدین. توی این قسمت میخوایم راجع به تعمیرات مودم یه جمع‌بندی انجام بدیم تا بتونیم برسیم به بقیه مباحث تعمیرات. خب ما اینجا دوباره یه مودم تیپ لینک داریم که ورودش برای تعمیرات تو شعبه ما زیاد هست. ما این مودم رو براتون باز میکنیم تا بتونیم یه جمع‌بندی کامل در مورد دوتا ویدیویی هم که عقب تهیه کردیم انجام بدیم. خب برای شروع کار باید مودم رو باز کنیم که اجازه بدید من تصویر رو عوض کنم. خب برای شروع کار دو تا پیچ داره که معمولا زیر مودم مشخص پیچ رو وا میکنیم با استفاده از یه پیک از بغل در مودم رو باز میکنیم. مودم هرچی نوتر باشه و قبلا باز نشده باشه یه ذره سخت‌تر باز میشه. مودم قبل باز شده بود. خب تو نگاه اول دو تا خازن باد کرده که اینا مصرفیه. معمولا بعد گذشته یه سال به این وضعیت میافتن. خب خازن رو باید عوض کنیم. با هویه از پشت قرل پایه رو شارژ میکنید چون با گذشت زمان قلب مردگی پیدا میکنه. یه ذره قلب میزنید تا قلبش نو بشه راحت تر در بیاد. خب پایه رو تک تک هویه نگه میدارید. خازن رو چپ و راست میکنید خیلی راحت در میاد. نیاز به قلکش و اینجور چیزا تو این مرحله نداره. برای اینکه پایه‌ها خراب نکنیم خازن رو چپ و راست میکنیم با استفاده از هویه. پایه رو آف میکنیم خازن به راحتی بیرون میاد. خازن بعدی خب این پی سی بیات دو طرفه است. خیلی هم مهمه. حالا من تو کارم یه حساسیتی دارم این پایان خراب نشه چون توی کارکرد مودم تاثیر زیاده میذاره. بعد در آوردن خازنه برد رو کامل تمیز کنید با استفاده از یه مسواک و حالا مایع الما. بعضی همکارات تینر استفاده میکنن. برد قشنگ تمیز میشه. خب این قلعه باقی مونده همونطور که گفتم چون پی سی بی دو طرف است هویه خیلی سخته بیرون کشیدنش. با استفاده از هیتر خیلی راحت تر میشه این قلعه رو تمیز کرد. هیتر رو نزدیک پایان نگه میدارید. فقط زیاد نگه ندارید که پی سی بیتون بسوزه. یه جا ثابت نگهش ندارید
نازل رو با نوک پنس یه ذره روغن میزنیم. موقعی که آب شد قل رو یه ذره تکون میدیم تا قشنگ تو حفره جذب بشه. بعد میشه با قلکش کل قل رو تمیز خارج کرد. فکر نمیکنم لازم به گفتن باشه نوک هویت نوک قلکش هم از این لاستیکای نسوز بذارید حتما. فاصله 16 ولت 470 میکروفاراد هست. میبینید باد کرده خراب هستن. فاصله نو رو میاریم که جایگزین فاصله خراب هست. دوتا خازن توی همون رنج. بعضی مواقع دیدم همکارا از خازنهای ولتاژ بالاتر استفاده میکنن. دستگاه مخابراتی و مودم اصلا کلا بردهای جدید قدیم بود خازنهای هم رنج میذاشتن. خازنهای دستگاه جدید یه ذره حساس تر هستن و هیچ وجه از قطعات مشابه استفاده نکنید. خازنها رو به راحتی قسمت منفی مدار خیلی توجه کنید، خیلی مهمه. جابجا بزنید امکان داره سی پی یو دستگاهتون یا ستایسی اصلی یکیش بسوزه. با روغن لحیم خیلی راحت پایا رو هویه میکنید سر جاش. پایا رو یه ذره تکون بدم قلم زیاد قپه نشه. پایه‌های اضافی رو هم که از ته مدار میچینیم و آخرش هم یه اضافت روغن لعیما مثلا از مسواک و مایع چه این برد تمیز کنید چون این بمونه گرد و خاک جذب میشه مشکل میخوره. خب خازنه رو عوض کردیم. علائم خرابی نمیبینم رو مدار چشمی. جا میزنیم تا تستش کنیم. ولتاژ هر دستگاهی پشتش نوشته شده 9 ولت. حتما از همون ولتاژ تو منبع تغذیه‌تون استفاده کنید. آداپتور دستگاه رو بهش وصل کنید. دستگاه رو روشن میکنید. هیچ علائم خرابی دیده نمیشه. دستگاه به صورت عادی روشن شده. روی دوربین حرارتی بهتون نشون بدم. این قسمت خیلی مهمه. ببینید توی بردهای مودم یا اکثر دستگاهی روتر و مودم 3 تا آیسی اصلی داریم که تو کل مدار باعث ایجاد حرارت میشه. که توی دوربین نگاه کنید این نقاطی که پررنگ تره دمای بیشتری داره که دستگاه داره نشونتون میده. این 3 تا آیسی حرارتشون بالا میره
حالا الان ما لینک و استفاده این نداریم. تو حالت عادی 45 درجه ایجاد تولید دما میکنه این 3 تا آیسی. حالا به چه دلیلی شرکت تولید کننده خنک کننده برای این آیسی ها قرار نداده؟ اگر میخواید دستگاهتون دراز مدت کار کنه روی این 3 تا آیسی خیلی راحت میشه با یه هیت سینک و چسب سیلیکون دما رو گرفت که من توی مرحله بعد بهتون نشون بدم. چسب سیلیکون حتما استفاده کنید. روی 3 تا آیسی به مقدار خیلی کم چسب میزنیم. زیاد بیش از حد نزنید در کنار آیسی بیرون بزنه، ایجاد تداخل میکنه. خیلی کم در حدی که فقط 3 تا هیت سینک رو نگه داره. تا هیت سینک میارم برای این دستگاه. دستگاه رو خاموش کنید که تو این مرحله اتصال ایجاد نشه. هیت سینک ها به اندازه آیسی ها یه تکون کوچولویی هم میدیم که چسب سیلیکونمون قشنگ پخش بشه رو آیسی، انتقال دمای بهتری انجام. روی این 3 تا آیسی ها چسب میزنید. دوباره میگم حتما از چسب استفاده کنید. گاهگداری دیدم دوستان از خمیر استفاده میکنن، چون این نگاه کنید کنار این آیسی ها خازنهای کوچیکی هست که خیلی نزدیک میشه به هیت سینک. با تکون خوردن این هیت سینک باعث اتصالی میشه. نگاه کنید دقیقا کنار آیسی خازنهای SND هست. قشنگ هیت سینک ها رو فیکس کنید. من فیکس میکنم که قشنگ روشون قرار گرفته باشه و خازنهای اطراف هم اتصالی نکن. یکم زمان میبره خشک شدن این چسبا که با یه ذره حرارت دیدن و کار کردن زودتر خشک. دستگاه که روشن کردی، حالا اختلاف رو با قبل رو بهتون نشون میدم. فقط قبلش یه توضیحاتی بدم. به غیر از مشکل خازن و دما 2 تا ایراد دیگه میتونه این مودم داشته باشه. یکیش مربوط به رگولاتور تغذیه است که 3 تا پایه داره بهتون نشون دادم و این آیسی پروگرامر. این رگولاتور تغذیه نباید بیش از حد داغ کنه و اگر مودمتون روشن نشه یه بارم باید پروگرام انجام بدید. ولتاژ ورودی خروجی رگولاتور اگه بگیرید خیلی بهتره، نباید افت داشته باشه. اگه افت داشته باشه حتما تعویضش کنید. با استفاده از یه اومتر خیلی راحت میشه ولتاژش رو گرفت. خب اومتر رو روی ولتاژ DC میذاریم. IC 1117 ادجاست یه پایه منفی از روی مدار پیدا بکنید. ولتاژ خروجی 5 باید کمتر نباشه به هیچ عنوان. ولتاژ ورودی هم که ولتاژ ورودی دستگاه حالا بین 7 تا 9. ولتاژ فیکس. خب ولتاژ فیکس باشه آیسی هم بیشتر از این داغ نکنه اوکی دستگاهتون. اگر روشن نشه یا مشکلی داشته باشه که تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم، اگر روشن شه دستگاهتون هنگ کنه مربوط به این آیسی پروگرامر میشه، یا میتونید آیسی رو خارج کنید یه بار پروگرامش کنید که بازم تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم. و این کلید پاور،
این کلید پاور مکانیکی هستش. گهگداری پیش اومده که درست عمل نمیکنه. با استفاده از یک اسپری چرب الکترونیکس میتونید این کلید رو به مقدار کم اسپری کنید از حفره‌های بالا و با چند بار زدن کلید انجام شستشو کنید. فقط حواستون باشه که بعد از انجام شستشو چون چرب هستش با استفاده از دستمالی پمپ باد بقیه اسپری رو از روی مدار پاک کنید که دچار اتصالی نشه. آیسی ها هنوز خوش نشدن، توجه کنید تکون نخورده باشن. الان یه تست انجام میدیم. موقعی که چراغ چهارم روشن میشه نیازی به پروگرام کردن و بقیه موارد نیست. یک بارم ترجیحاً بعد از انجام سرویس حتما دستگاه رو ریست کنید. یه شاسی پشتش داره، خیلی راحت شما میتونید با نگه داشتن این دکمه 10 ثانیه دستگاهتون رو ریست کنید. با دوربین حرارتی حالا بعد چیز نگاه کنید. قسمت هیتسینک دماش آیسی خیلی پایین تر از بورد هست. الان تنها منبع دمایی ما آیسی رگولاتور هست که تا 50-60 درجه موردی نداره. اگه در حدی بود که دستتون رو بسوزونه دماش بیش از حد بود باید تعویض بشه. ولی توی این مدار با ولتاژ گیری که انجام دادیم ولتاژ ورودی خروجیش درسته، در حد نرمال هم داغ میکنه، نیازی به تعویض نداره. مدام تعمیر شد درش رو میبندیم و تا 1-2 ساعت صاف دستگاه رو بذارید که اون چسبا خوش بشه، تکون نخوره مدام. پیچه دستگاه رو میبندیم و کار تمام. دوستان عزیز اگر چنل ما خوشتون اومده لایک و سابسکرایب فراموش نشه که ما رو تو تولید محتوای بیشتر همراهی کنید. و اینکه از این بعد ما این قسمت اول و آخر ویدیو توضیحات رو داخل تعمیرات قرار میدم. چون مرکز ما شلوغه و حجم کار زیاده یه ذره تایم کم میارم و شرمنده که تو این مدت ویدیوی آپلود نکردم. از این بعد سعی میکنم که هر روز براتون یک ویدیو آپلود کنم به صورت ریل تا با هم به تعمیرات بپردازیم. ممنون. خدا نگهدار.